سلام و درود بچه ها، عشق بهتون. یه روش عالی برای شروع کردن روزتون اینه که با این معجون شروع کنید. این معجون چیه داخلش؟ داخلش فلفل سیاه، زردچوبه، نمک معدنی، زنجبیل و آب تصفیه شده. و آب اگه ولرم باشه خیلی عالیه. میتونی روزه خوره که افطار مونی بازی اول ای آب بونوش، بعدش روزه خوره افطار کن. اوکی. و میتونی هر روز یکیشه بندازی، مثلا یه روز زردچوبه بنداز تنهایی، یه روز فلفل سیاه تنهایی، یه روز زنجبیل تنهایی، یه روز نمک معدنی تنهایی، یه روز هر روز میتونی انتخاب کنی دیگه. هر روز مجبور نیستی همش با هم باشه. چه خوشگل میخونی، خوشتی، ناز نفست قناری. هر روز میتونی خود انتخاب کنی دیگه، 2 تاش، یکیش، 3 تاش، هر جور عشقت کشید. اوکی. یا میتونی روزت با آب ولر مثلا تنهایی شروع کنی، 2 لیوان آب ولر، بعدش غذا میخوری. یا سیگار میکشی، 2 لیوان آب ولر، بعدش سیگار که اصلا نکش، اصلا برای چی میکشی؟ باید بدونی دلیلش چیه. همین ذهنه، همین مصطفی میخوای ساکتش کنی. من خودم قبلا صبح بلند میشدم نه هیچی سیگار میکشیدم. چرا؟ چون خیلی حال میداد، خواب بودم دیگه. صبح بلند میشدم سری سیگار، یعنی قلبت سیاه میشه. حداقل یه آب میوه، یه آبی بخور. اوکی، حالا ما کاری ندارم، معبد خودت آسیب میزنی هر کارمونی، این دنیا کلا عمل و عکس العمله. هر کارمونی یه جواب پس میگیری. و این که آره دیگه، میتونی با این معجون شروع کنیم. با این معجون بدنت قلیایی میشه. و لیمو، یادم رفت، لیمو اصلی ترین چیز. لیمو میتونی یا لیمو زردا یا لیمو ترش کامل. لیمو میندازی، فلفل سیاه، زنجبیل، زردچوبه، نمک معدنی، آب تصفیه شده. نمک معدنی میتونه نمک صورتی باشه یا نمک آبی، اگه ایرانی نمک آبی هسته. با اینکه دل نمک هم خوبه، نمک دریا، ولی نمک دریا رو زیاد پیشنهاد نمونم. نمک صورتی و آبی خیلی بهتر از اونها. اوکی، نمک دریا اگر آره چون که در دریا بعضیا آشغال میندازن، بعضی بیشورا، نمیدونم حالا اوکی یا نیست. خلاصه نمک صورتی آبی خیلی بهتره دیگه، ایمن‌تر و عشق هست دیگه. خلاصه همین روش. چیز میخواستم بگم، ایره که میخوری بدنت قلیایی میشه. اوکی، قلیایی. و اینکه دانه های میوه هم بخور. اوکی، الان این دانه لیمو ترش بود، لیمو زردا بود، ولی ما خوردیمش. ماتریکس بهت کد داده دانه ها رو نخوری، یا دانه سیب رو نخوری، یا سیانور داره. چی سیانور داره؟ ما تا الان هر چی سیب بوده خوردم، سیب دانه هایش رو. الان من اینجایم پیش روی شما. امروز 3 تا سیب خوردم، 2 تا سیب خوردم، دانه هایش 10-20 تا دانه بود، دانه هایش هم خوردم. کلا اگه میتونی دت زیاد فشار نمیه، دانه هاش هم بخور. اوکی. مثلا دانه لیمو رو من چند روز پیش خوردم، حالم بد شد، چون دانه لیمو یکم ترشه دیگه. حالا چند تایش خوردم. اوکی، میدونی اصلا دانه ها بد نیستن. اولو دانه بوده، میدونی دانه هایش خیلی بالا دیگه. خلاصه اگه میتونید دانه های میوه رو بخورید. یک کدگذاری خیلی چرت و پرت بود که ماتریکس روی از شما کرده، ما رو برداشتم که دانه ها رو نخورید، دانه های میوه رو نخورید، دانه های میوه رو هم بخورید. و اینکه صبح اگه صبحت بازی شروع کردی بدنت قلیایی میشه. عالیه. مزه زردچوبه و نمک و لیمو همش با هم عشق است. خلاصه همینو میخواستم دست شما بگم. آره دیگه، یکم سنگین هست، نشوخی عشق است